خدایا گر بدهی کریمی، گر ندهی حکیمی، گر بخوانی شاکرم، گر برانی صابرم. آنقدر در میزنم در برویم باز کنی. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزای دلم. انشالله که تا این ساعت از روز یا شب خوش باشین و دلتون خوش باشه. همونطور که در لحظات قبلشون صحبت میکردیم راجع به شخصیت شناسی، امروز ما میخواییم یک راهی رو آموزش بدم خدمتون که سعی بکنین که با خودتون آشتی بکنین، با اون شخصیت درونتون آشتی بکنین. یه مثال بزنم. راستی بعض وقتا یه کاری رو قرار انجام بدین، تو دلتون یه نوا و یک صدایی میاد که نکنین کارو، ضرر میبری یا مثلا مشکل برات پیش میاد، حادثه پیش میاد و وقتی گوش نمیکنی میبینی که واقعا همینطور شده، یعنی با مشکل مواجه میشی. راستی میدونی اون درونت کی هستش؟ تو درون تو یه شخصیت دیگه مثل خودت هست یا همزاد تو هستش که همون میگن کودک درون، یا میگن که مثلا اون ملکه درون هستش. من یه راهکار رو خدمتتون ارائه بدم و واقعا بعد از سالها تجربه این راهکار برای خیلی آدم مثمر ثمر بوده و یه راهکار خیلی راحته برای اینکه شاد زندگی بکنیم و اینو بدونین همه ما مشکل داریم و با مشکلاتمون چطور باید کنار بیاییم تا آدم شادی باشیم و شاد زندگی بکنیم. لطفاً یک روز که خونه تنها هستید و کسی نیست برید حمام، موهای قشنگتون رو خوش کنین، یا اگه مو نداریم به قول شاگردم همسرم میگفت کچله، میگفتم اشکال نداره، بره حمام، یه لباس خوب بپوشید و جلوی آینه قدی که تو خونه هست بیستید. راستی عزیزان میدونین چقدر این آینه های قدی براتون مفید هستش، چقدر شخصیتتون رو قوی میکنه و خود ساختتون میکنه و این انگیزتون رو میبره بالا و ارادتون رو قوی میکنه. سعی بکنین حتما تو خونه آینه قدی داشته باشین. اوکی، حالا رفتین حمام، اومدین، ماهتون رو خوش کردین، حالا جلوی آینه بایستید و ثانیه های خودتون رو نگاه بکنین از فرق سر تا نوک پاتون. زمانی که همینطور سکوت هست و خودتون رو دارین نگاه میکنین، اسمتون رو 3 بار با صدای بلند صدا بکنید. البته قبل از اینکه اسمتون رو صدا بکنید به اون موهاتون، ابروهاتون، چشتون، به اون دماغ بزرگتون یا لبه نمیدونم کوچیکتون همه نگاه بکنید و تشکر کنین از اینکه دارین و سالم هست و الان دارین میتونین به آینه نگاه بکنید. هرچند که هر کس معایب خودش رو داره ولی چهره وطن و پدر مادر دست ما نیستش و کسی هست که اونها رو خلق کرده و ما هیچ اراده‌ای تو این کار نداشتیم. پس خودتون رو قشنگ نگاه بکنید و اونجا هست که مثلا اگر اسمتون مریمه 3 بار صدا کنین مریم جان، مریم جان و مریم جان لطفاً به من کمک بکن. و اون لحظه اگر واقعا از صمیم قلبتون صدا بکنین مطمئن باشین که یه چیزی، نوایی از وجودتون میاد که من شما رو دوست دارم و کمک خواهم کرد. خیلی از آدم ها با خودشون قهرن، با خودشون اصلا در ستیزن، همش خودشون رو اذیت میکنن، نشخوار فکری میکنن، همه چی رو تقصیر خودشون میندازن یا تقصیر دیگران میندازن. ولی بیاین با خودتون آشتی بکنید، خودتون رو دوست داشته باشین، همه چی فدای این تار موتون. شما نباشین دنیا نباشه. آخه چرا قصه میخورید؟ این همه چیز، از پسته بخورید قصه نخورید، هرچند گرونه ولی روزی 2-3 تا که بخورین، جدا هم میگم این باعث میشه هورمونای خونتون افزایش پیدا کنه، اکسیتوسین و اینا باعث شادیتون میشه. پس زمانی که خودتون رو با عشق صدا کردین، دقیقاً اگه دقت بکنید یه چیزی از وجودتون حس میکنید میاد بالا و به شما کمک میکنه. بعد از این اون فرشته کمک حال شما خواهد بود که توی افکارتون تجدید نظر میکنین، کمک حالتون میشه. و اینو بدونین عزیزای ما، در وجود ما
2 تا حیوان وجود داره به جز اون فرشته، یکی گرگا هستن و یکی سگ‌ها. شما هستین که به این گرگا غذا میدین و اون بد بودن، شرارت رو، دشمنی و حسادت رو تقویت میکنین، یا اینکه به سگتون غذا میدین. سگتون رو با وفاداره به شما وفاداری میده، به شما عشق میده، به شما مهربونی میده، گذشت میده و به شما همه مسائل زیبای عاطفی رو در وجودتون متبلور میکنه و تقویت میکنه. پس شما هستی که عزیزم روزت رو اگه بد شروع کنید تا شب بده. هرچند گفتم همه ما مشکل داریم، ولی باید بدونیم با مشکلات چطور کنار بیایم. تنبلی رو بذارین کنار. همه ریشه بدبختی ما آدم از همین تنبلیه. اگه تنبلی رو بذاریم کنار میشیم یه آدم خیلی خوب. لطفاً دقت بکنین به شخصیتتون. همین زندگی مثل نگاه کردن به یه پنجره است و سعی بکنین خوش باشین و به دیگران عشق بدین، تبسم بدین و عشق رو 2 برابر از آدم ها دریافت بکنین و اون گرگ های درونتون رو بکشید و در عوض اون فرشته وجودی که همون کودک درونتون که هستش اونو عشق بورزین و باهاش عشق بازی کنین و لذت ببرین و سعی بکنین از اون چیزای مثبتش رو یاد بگیریم و به دیگران اعمال بکنیم. خیلی دوستتون دارم. لطفاً کامنتاتون رو بذارین و اگر سوالی هست در زمینه روانشناسی یا هر آیتم دیگه من در خدمتتون هستم و همیشه پاسخگوی سوالاتتون هستم. خیلی دوستتون دارم. به امید دیدار.